شما همه انسان ها را ببینید، کمال را که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، او کمال ارزشمندی که واقعا کمال است، اینمی درجه از کمال را هیچ کسی در طول تاریخ بشر نداشته. دقت کردین؟ ما گاهی وقتا تعبیر را میکنم به نظرم دقیق میآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نخبترین بشریت است. از چند لحاظ پیامبر انسان نخبی است و با کمالترین انسان ها است. شما ببینید اول الله تبارک و تعالی انسان ها را به عنوان موجودات نخبه به نسبت سایر مخلوقات معرفی میکنه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما انسان ها را به اکثریت آن کسایی که خلق کردیم بر از اونها فضیلت دادیم. یعنی چی؟ یعنی انسان یک موجود نخبه هست از دیدگاه الله تبارک و تعالی. بعد در میان این انسان ها که به نسبت خیلی از مخلوقات فضیلت پیدا کرده و نخبتر شده، کسانی در میان این انسان ها جایگاه متمایزتری دارند، نخبترند به نسبت سایر انسان ها. اونا کی هاین؟ کسانی که به رتبه نبوت رسیدن. نبوت کسانی است که الله از میان امی انسان هایی که مخلوق نخبه الله متعال است، الله اونا را انتخاب میکنه، فلانی 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 فلانی. قرآن میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله متعال انتخاب کرده آدم، نوح، ابراهیم بر همه عالمیان، یعنی بر سایر انسان ها. انبیا چی هستن؟ شرف دارن و کمال دارن و نخبترن. در میان کسانی که بر رتبه نبوت میرسن و نخبتر میشن به نسبت سایر انسان ها، بعد کسانی امتیاز رسالت پیدا میکنن، کسانی که رسولن به نسبت سایر انبیا فضیلت و شرف بالاتری دارن. رسولان الهی که در حدیث از امام محمد بن حنبل نقل میکنه که الله تبارک و تعالی 1,24,000 نبی در میان بشریت انتخاب کرده و 315 نفر هم رسول. این 315 نفر رسول به نسبت سایر انبیا با فضیلت تره. و امی کسانی که در رتبه رسالت هم رسیدن، اینا هم به نسبت همدیگه در فضیلت متفاوتن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در میان 315 نفر رسولی که الله در میان انسان ها از انسان ها کرده، در میان انبیا اونها را رسول داده، نخبترین هستند. در میان از اینها باز 5 نفرش چیستن؟ در جایگاه ویژه قرار دارن که اونها را ما شما چی میگیم؟ اول العزم، که قرآن میگه فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل. و اونها 5 نفرن: نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی و رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اینها مرتبه اول نخبه بودن، اول انسانیت انسان هست، رتبه دومش نبوت هست، رتبه سومش رسالت هست، رتبه چهارمش چیست؟ در بین رسولان نخبه بودن هست که اونا 5 نفر هستن. در میان امی 5 نفر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ ممتازترینشون است. پس شما کمال پیامبر را ببینید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نخبترین انسان ها در طول تاریخ بشر است.